این دستگاه اسمش کمربند بره، ولی خب ما باش دستبندم برش میزنیم. این قسمتش سانتی متر داره که به کمک این پیچ هر سانتی خواستید براتون جدا میکنه. این قسمتش یه تیغ داره که به کمک این دو پیچ نگهداری میشه. ابتدای چرمتون حالا گاوی یا گاو میشکه هست رو یه برش ایجاد میکنید که به راحتی از داخل دستگاه رد بشه. این قسمتش رو از داخل اینجا ردش میکنم. پشت کار رو با دستتون باید بگیریدش. و مماسه اینجا قرارش میدید چرم رو و به آرومی میکشید.